درود خدمت شما زیبایان. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم با تحلیل و بررسی سریال دارک متر یا همون ماده تاریک. قبل از شروع این برنامه لازم تا این هشدار رو به شما بدم که این برنامه حاوی اسپویل قسمت‌های 1 تا 4 فصل 1 این سریاله. پس اگه هنوز شروع به دیدن این سریال نکردید، این نکته رو مد نظر داشته باشید. این سریال یک سریال درام علمی تخیلی هیجان انگیز محصول کشور امریکاست که چهارشنبه از شبکه اپل تیوی پخش میشه. همونطور که گفتم اسم این سریال دارک متر هست یا ماده تاریک. اول باید بدونیم این ماده تاریک چی هست، اصلا منظورمون از ماده تاریک چی است تا درک بهتری نسبت به موضوع سریال پیدا کنیم. در این عالم هستی سوالات بسیار زیادی وجود داره که علم هنوز به جواب قطعی در مورد اونها نرسیده و فقط یه سری فرضیات براشون موجود. یکی از قوی‌ترین و بزرگترین این فرضیات همین فرضیه ماده تاریک است. علم نجوم میگه اون چیزی که همه اجرام آسمانی مثل سیاره‌ها و کهکشان‌ها رو دور هم جمع کرده و توی این حالت نگه داشته، میزان نیروی گرانشیه که این اجرام به هم دیگه وارد میکنن. و هر چیزی که جرم داره با تجربه جرمش نیروی گرانشی ایجاد میکنه که باعث شده همه اجرام توی حالت تعادلی برقرار باشن و این دنیا به وجود اومده باشه. ولی یه مشکلی این وسط هست. دانشمندان علم نجوم اومدن دیدن یه سری از اجسام مثلا 40 نیروی گرانشی نیاز داره بهشون وارد بشه از طرف اجرام دیگه تا توی مدار خودشون ثابت نگه داشته بشن. ولی وقتی می اومدن رو بررسی میکردن دیدن مثلا فقط 5 نیروی گرانشی به اون جسم داره وارد میشه. پس اون 35 نیروی گرانشی کجاست؟ اون 35 نیروی گرانشی از کجا وارد میشه به اجرام تا توی مدار خودش باقی بمونه؟ اینجا بود که فرضیه ماده تاریک شکل گرفت. ماده تاریک جرم داره چون که نیروی گرانشی داره، اما چرا ما رو نمیتونیم ببینیم؟ چون که نور رو بازتاب نمیکنه. اما با توجه به اثرات گرانشی اون روی اجسام مرئی مثل ستاره و کهکشان‌ها ما فکر میکنیم که باید این وجود داشته باشه. اما قسمت هیجان انگیز و شاید کمی ترسناک داستان اونجاییه که باید بدونید انرژی تاریک و ماده تاریک چیزی نزدیک به 95% از کل محتویات جهان رو شامل میشه. و یعنی همین الان قلمرو سیاهی از ماده تاریک همین الان جلوی بینی من و شما قرار داره. بذارید کمی هیجان انگیزترش کنم. جهان هستی به این بزرگی و وسعتی که ما میبینیم فقط 5% از کل اون چیزیه که واقعا وجود داره. پس میشه احتمال داد که سیارات دیگه وجود داره، زندگی های دیگه وجود داره که احتمالا ما نمیبینیمشون. شاید کمی عجیب به نظر بیاد یا حتی کمی غیر محتمل به نظر بیاد، اما باید این رو بدونید که این نظریه واقعا یه نظریه جدیه. حالا بهتره بریم سراغ سریال و ببینیم اصلا چرا اسم این سریال ماده تاریک هست. در واقع اثراتی که روی زندگی ما گذاشته میشه ما اونا رو حس میکنیم ولی نمیبینیمشون، در واقع همون ماده تاریک توی زندگی ما هستن. اما فرضیه بعدی که توی این سریال مطرح میشه فرضیه جهان‌های موازی هست. خیلی نمیخوام وارد بحث علمی این بشم، ولی داستان سریال ما حول محور همین جهان‌های موازی شکل میگیره. جهان‌های موازی و فرضیه اون به ما این رو میگه که شما در عین حال دارید هزاران هزار زندگی دیگر رو در دنیاهای دیگه تجربه میکنید که هر تصمیم و انتخابی که انجام میدید باعث میشه یکی از این دنیاها شکل بگیره و شما اون دنیا رو زندگی کنید. مثلا برای مثال بهتون خیلی ساده بگم، من الان میگم شما که دارید این ویدیو رو میبینید ازتون خواهش میکنم ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. ممکنه شما تصمیم بگیرید که این کار رو بکنید یا نکنید. اگر شما این کار رو نکنید، شما یک مسیر رو انتخاب کردید و یک دنیای شکل میگیره برای شما که این ویدیو لایک نشده، این کانال سابسکرایب نشده و در دنیای دیگر شما تصمیم گرفتید که کانال رو سابسکرایب کنید و یک دنیای متفاوت از دنیای اول برای شما شکل گرفته که مسلما شما در این دنیا زندگی موفق‌تری دارید. حالا نمیخوام خیلی بحث رو به حاشیه بکشم، ولی فکر کنید شما میتونستید دنیاهای دیگه که زندگی میکنید رو ببینید
و تصمیم بگیرید تو کدوم یکی از این دنیاها زندگی کنید. خیلی چیز جالبی میشد، نه؟ وقتی ما داریم در مورد یک سریال علمی تخیلی صحبت میکنیم، طبیعی است که علاوه بر این نظریاتی که گفتم توی قسمت اول، ما با یک معلم فیزیک آشنا میشیم که داره در مورد نظریه جعبه یا گربه شرودینگر صحبت میکنه. توی این نظریه یک گربه توی یک جعبه سربسته داریم و توی جعبه یک شیشه گاز سمی وجود داره، یک اتم پرتوزا و یک شمارشگر گایگر. حالا اگر واپاشی هسته‌ای وجود نداشته باشه، گربه زنده میمونه و اگه واپاشی صورت بگیره، گربه میمیره. حالا در نقطه‌ای که دقیقاً بین واپاشی و عدم واپاشی وجود داریم، تکلیف گربه چی میشه؟ گربه یا زنده هست و یا مرده. نمیتونه گربه همزمان مرده و زنده باشه. اما ارتباط این آزمایش با جهان موازی چیه؟ توی فیزیک ما احتمالات نداریم و باید با قطعیت صحبت کنیم. پس در جعبه باز میشه و با مشاهده به صورت قطعی میگیم گربه زنده هست یا قطعاً گربه مرده هست. پس دانشمندان به این فکر کردن چرا ما باید همه چیز رو فقط در یک حالت قطعی ببینیم. اینجا بود که دانشمندان آزمایش دیگه انجام دادن و به چیزی رسیدن به اسم عدم قطعیت. نمیخوام شما رو خسته کنم و فکر کنید سر کلاس فیزیک نشستی، ولی خیلی ساده نتیجه این بود که عملکرد چشم و عقل و ذهن ماست که فقط یک پرتو از بی‌نهایت پرتو رو میبینه و این همون چیزیه که نظریه جهانهای موازی رو توضیح میده. بی‌نهایت از ما وجود داره که ما فقط یکشو میتونیم ببینیم. پس شروع و منشأ خط فکری سریال از این نظریات شکل میگیره. هر لحظه از زندگی شما دارید در یک محفظه رو باز میکنید و واردش میشید که اون اسمش انتخابه. و زمانی که در رو باز کردید فقط یک نسخه قطعی از خودتون رو میتونید ببینید. حالا اگر شما در دیگر رو باز کنید یا همون در رو زودتر یا کمی دیرتر باز کنید، شما با یک نسخه دیگر از خودتون مواجه هستید. جیسون دنیای ما در 15 سال پیش یک انتخاب کرد که با عشق زندگیش زندگی کنه و به سراغ هدفهای علمی خودش نرفت. برای درک بهتر ما این جیسون رو جیسون یک اسم میذاریم و جیسونی که 15 سال پیش تصمیم گرفت به سراغ اهداف کاری و علمی خودش بره و از عشقش جدا شد، جیسون 2. تفاوت زندگی و دنیای این دو جیسون توی سریال به شکل‌های خیلی ریزی نشون داده میشه. مثلا توی دنیای جیسون 1 تابلو مشروب فروشی قرمز رنگ هست و جیسون 2 اون تابلو سبز رنگ هستش. این یک انتخاب متفاوت از صاحب بار بود و توی کل داستان دنیای این دو جیسون با رنگ سبز و قرمز در تقابل همدیگه نشون داده میشه. مثلا روی تابلو روی دیوار شرکت جیسون همین رو میبینید. مجسمه هایی که صورت های یکسان دارن و در واقع 3 نسخه از یک صورت و حتی شماره پلاک خونه جیسون 2 عدد 4. حتی نسخه های بیشتری از جیسون توی دنیاهای دیگه هم خیلی سریع و گذرا دیدیم و این سوال توی ذهنمون شکل میگیره که آیا جیسون با نسخه‌های بیشتری از خودش در تقابل میره یا خیر. اما نکته جالب در مورد جیسون ها اینه که هر دو نسخه جیسون یک حسادت خاص توی وجودشون هست. جیسون شماره 1 بعد از اینکه خبر موفقیت دوستش رایان رو توی مجامع علمی ببینه، بهش یه حسادتی دست میده و حس میکنه شاید اگر این مسیر عشقی رو انتخاب نکرده بود و به کارش و شغلش بیشتر اهمیت داده بود، شاید از نظر مالی در جایگاه بهتری بود، مشهورتر بود و زندگی مفرحتری رو شاید داشت. ریشه هایی از حسودی و پس ذهن جیسون شماره 1 داریم میبینیم. اما در نقطه مقابل جیسون شماره 2 دقیقاً داره اونم یه حسادتی رو انجام میده، به این شکل که حتی میاد برای دزدیدن زندگی جیسون شماره 1. اون یه زندگی مفرح داره، آدم معروفی، آدم مشهوری، جایزه علمی زیادی و برنده شده و نظر مالی تأمینه، اما میاد به جیسون شماره 1 حسادت میکنه و میگه که ای کاش من اون مسیری که 15 سال پیش انتخاب کرده بودم چیز دیگری بود، با دنیلا ازدواج کرده بودم و یک مسیر عشقی جذاب رو پیش برده بودم. پس میبینیم در هر دو نسخه اونا یک حسادت خاص و ویژه دیده میشه. دقیقاً اینجای فیلم بود که من به ذهنم خطور کرد ما هر کاری بکنیم ممکنه یه چیزایی رو به دست بیاریم و یه چیزایی رو از دست بدیم. پس به نظر من بهتره که از مسیر لذت ببریم.
ما که توی سریال های علمی تخیلی زندگی نمی کنیم و توی زندگی واقعی هستیم، نمیتونیم سفر کنیم به دنیاهای موازی دیگر خودمون. شاید خدا رو چی دیدی؟ یک نسخه از ما زندگی بهتری رو داره انجام میده، یا یک نسخه دیگه از ما زندگی بدتری رو از ما داره تجربه میکنه. ما که نمیتونیم تغییر بدیم این مسیر رو، پس بهتره به گذشته فکر نکنیم و به مسیری که در پیش رو داریم فکر کنیم. همینی که هست دیگه، بیخیال زندگیتون رو بکنید و مسیری که دارید میرید ازش لذت ببرید. ممنونم که تا اینجا ما رو یاری کردید و امیدوارم شما جز اون دسته باشید که این انتخاب رو کردید تا ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و از این به بعد من با این نسخه از شما که من رو سابسکرایب کردید در تماس باشم. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. تا درود دیگر، بدرود. خدا نگهدار.